که گفتیم اولین چیزی که نمایش داده میشه وقتی سیستم روشن میشه دسکتاپ یا میز کارتونه. میز کار گفتیم از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اول محیط کارتون که این قسمت بالاییه، قسمت بعدی تسکبار یا نوار وظیفه. اولین چیزی که روی تسکبار میبینیم گفتیم دکمه شروع یا استارته. اگه روش کلیک کنین یه لیست براتون نمایش داده میشه. توی این لیست برنامه هایی که جدیداً بازش کردین، جدیداً ازش استفاده کردین نمایش داده میشه. پس اینجا برنامه هایی که جدید بازش کردین. این قسمت هم یه سری دسترسی های کلی به برنامه هایی که توی سیستم لازم داریم که سریع بهش دسترسی داشته باشیم. مثلا قسمت پیکچر میشه بخش تصاویرتون. کامپیوتر همین آیکونی که این بالا هست. میتونین از قسمت استارت بهش دسترسی داشته باشین. یه گزینه داره منوی استارت به اسم All Programs. All Programs یعنی همه برنامه‌هاتون توی این قسمت قرار داره. روش که کلیک کنین برنامه‌های نصب شده رو براتون میاره. مثلا اکسس نصب شده، ادوبی ریاکتور نصب شده، ریدر نصب شده. اوتلوک داریم. یه ذره بیایم پایین‌تر. یه پوشه زرد رنگ می‌بینیم به اسم اکسسوریز. داخل این پوشه زرد رنگ برنامه‌های کاربردی سیستم قرار داره. اگه روش کلیک کنم میتونم ماشین حساب، نقاشی، نوتپد، برنامه‌ای مثل اسنیپینگ تولز رو ببینم ازشون استفاده کنم. پس یه بار دیگه مسیرش رو میاریم. برای اینکه به برنامه‌های کاربردی دسترسی پیدا کنیم میایم روی دکمه شروع یا استارت، روی All Programs کلیک میکنیم. بعدش اگه پنجرمون بالا بود با استفاده از این نوار پیمایش میایم پایین، کلید سمت چپ ماوس رو نگه داشتم دارم میام سمت پایین. بعد روی پوشه زرد رنگ که اولیش هم هست با عنوان اکسسوریز کلیک میکنم. گفتیم برنامه‌های کاربردی اینجا قرار داره. اگه یه برنامه‌ای رو بخواید توی سیستمتون جستجو کنین میتونین از قسمت سرچ پایینش استفاده کنین. مثلا میخواین از نرم افزار ورد استفاده کنین، ورد رو اینجا تایپ کنین براتون میاره سریع. پس برای اینکه جستجو هم کنین با استفاده از این دکمه شروع کادر پایینش متن رو میتونین یادداشت کنین، هر چی باشه براتون پیدا میکنه تو کل سیستم. آخرین قسمت هم که دکمه‌های سمت چپ این سمت راست این محیطه. گزینه اول شاتدانه. دکمه شاتدان وظیفه‌اش خاموش کردن سیستمه. روی مثلث کنارش که بزنیم یه لیست جدید برامون باز میشه. اولیش سویچ یوزره. سویچ یوزر وظیفه‌اش تغییر حساب کاربریه. الان من دارم با یه حساب کاربری کار میکنم. ممکنه سیستمم بیشتر از یه حساب کاربری داشته باشه. مثلا 3 نفر داریم از یه سیستم استفاده میکنیم، برای هر کدوم جدا حساب کاربری ایجاد کردیم. اینو که بزنم برنامه‌های این سیستم بسته نمیشه، میره داخل حساب کاربری دیگه. اگه گزینه پایینش رو بزنم بازم این برای حرکت کردن بین حساب‌های کاربریه، با این تفاوت که اینجا پنجره‌های باز این حسابی که داخلش هستم رو میبنده، کلا از این حساب خارج میشه، میره داخل یه حساب دیگه قرار میگیره. گزینه سوم یا لاک مخصوص قفل کردن سیستمتونه. اگه پسورد داشته باشه سیستمتون کسی نمیتونه واردش بشه. نماد سیستم شما رو نشون میده، حساب کاربریتون رو، زیرش جا میاد که پسورد رو یادداشت کنیم. نحوه درست کردن پسورد و حساب کاربری رو با هم جلوتر کار میکنیم. گزینه ریستارت چیکار میکنه؟ خاموشش هم میکنه سیستمو کامل خاموش میکنه، مجددا روشن میکنه. گزینه آخر که تو این پنل وجود داره گزینه اسلیپه. با استفاده از این گزینه سیستمتون به خواب میره. یه مقدار کمتری برق مصرف میکنه. مثلا شما الان سیستمتون رو لازم نداریم، برای 2 ساعت نمیخواین برگردین پای سیستمتون، رو حالت اسلیپ میذارینش، بعد از 2 ساعت برمیگردین ازش استفاده میکنین. اما اگه مدتی که نمیخواین بیاین پای سیستمتون طولانی تر از 2 ساعت 3 ساعت باشه، باید حتما سیستم رو کلا خاموش کنین.